بنابر عامل‌های پیشگویی نشونده به خصوص تغییریابی بی‌سابقه اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن پیش از همه مشکلات آب و اقلیم، نیروی برق و مواد غذایی از قبیل مسائل حل طلب در اکثر کشورهای عالم میباشد. کارشناسان تاکید می‌دارند که امروز در تمام سیاره تامینات با نیروی برق قناعت بخش نمیباشد، زیرا سال تا سال طلبات به نیروی برق افزوده ایستاده است. در این مورد کارشناسان بین‌المللی واسطه‌های از این نارسایی رهایی یافتن را پیشنهاد نمودند که این هم باشد بنیادی نیروگاه‌های آفتابی، استفاده منبع‌های الटरनेटिव्ی انرژی و صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق میباشد. در جمهوری تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی محض با توجه و دستگیری‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ده‌ها نیروگاه‌های برقی آبی بنیاد شدند و طبق تحلیل‌ها تامینات کشور با نیروی برق در قیاس به سال‌های اولی صاحب استقلالی چندین درجه بهتر و خوبتر گردید. ولی وابسته به افزودن شماره اهالی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مملکت، طلبات به نیروی برق نیز افزایش می‌یابد. همه این تقاضا می‌نماید که در استفاده برق باید صرفه‌کار و با انصاف باشیم. سبب اساسی این نورسایی آب در آبانباری نورک که یکی از اقتدارش بالاترین جمهوری میباشد که زیاده از 65-70% جمهوری آب با برق دائمی تامین می‌نماید. پس شدن سطح آبانبار، اینچنین خشکسالی آمدن، اینچنین استفاده بری سال به سال اضافه شدنش. از معیار اضافه استفاده بردن صدمه میشود. در خطای انتقال برق صدمه شود، مشتریان محترم بی برق میمانند. از این لحاظ احترامانه خواهش میکردم که هنگام برق شدن صرفه‌کارانه استفاده برده، تجهیزات‌های زمانوی کم مصرف استفاده برند. طلبات با استفاده انرژی برق از جانب مشتریان، کارخانه‌های صنعتی، انشاءات‌های تعینات گوناگون اجتماعی و اقتصادی همه ساله به اندازه 10-12% زیاد شده ایستاده است. بنابراین متخصصان در این سمت کوشش دارند که جهت تامین طلبات افزوده شونده از همه تدبیرهای امکانات‌های تکنیکی موجوده با واسطه تجدید و از نوسازی زیرساخت‌های برقی 220 110 500 کیلووات و خط‌های برقی 220 و 110 کیلووات کاربری نمایند. پیشرفت علم و تکنیک و تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که استفاده منبع‌های الटरनेटिव्ی انرژتیکی از قبیل بنیادی نیروگاه‌های آفتابی نسبت پنل‌های آفتابی به رشد اقتصادی هر یک خانواده مساعدت کرده در ساحه انرژتیک و حفظ هوای اتمسفری زمینی خوب می‌گذارد. موافق استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2037 در مملکت که در یک سال 280-330 روز آفتابی به قید گرفته می‌شود، نیروی آفتاب همچون منبع دوم انرژی برقرار شونده پس از نیروی آب خیلی مساعد است. یعنی منبع‌های انرژی آفتابی در جمهوری تاجیکستان بلند میباشند. به اندیشه کارشناسان با دسترس شدن تجهیزات آفتابی زندگی ساکنان مملکت بهتر گردیده، آن در 3-4 سال خراجاتش را میبرارد و به مردم به مدتی طولانی خدمت میکند. مشاهده ها نشان میدهند که امروزها چنین پنل ها در کارخانه‌های استحصالی، مؤسسه‌های اجتماعی و حتی خانه‌های ساکنان نصب شدند و ثمره خوبی اقتصادی را به آنها رسانده ایستادند. مفیدی نیروی آفتابی برقی در از آن است که طلبات مشتریان را به نیروی برق خوش‌صفت عملی نبوده. تجهیزاتی که استفاده میشن در آنها استفاده میشن در مهلت 3-4 سال میتوانند از حساب برق استحصال نمودهشان خراجات روی پوش نمایند و مهلت استفاده به این دستگاه تا از 10 تا 25 سال میباشد که میتواند سرباری شبکه انتقال برقی رو نسبتاً کمتر کند. طبق معلومات‌های از طرف شخصانی معین شده در تاجیکستان عزیز ما 265 روزی آفتابی هست. نصب پنل‌های آفتابی از جهت اقتصادی از حساب‌های پیشگی متخصصان اگر ما نصب کنیم همون خراجاتی که در نصب پنل‌های آفتابی خراجات کردیم در مدتی 3-4 سال خراجاتی استفاده بری را به پورگی پرداخت میکنند. باقی مانده مهلت استفاده بری از 10 سال تا 25 سال پیشنهاد میکنند متخصصان. اگر در دوامی 4-5 سال به پورگی خراجات برات باقی مانده استفاده بری رایگان میشه.
پنل‌های آفتابی دستگاه‌هایی میباشند که انرژی آفتاب را به برق تبدیل می‌دهند و منبع تازه و دسترس برای انرژی میباشند. انرژی آفتابی منبع برقرار شونده انرژی است که به طبیعت ضرر نمی‌رساند. پنل‌های آفتابی قدمی به سوی مستقلیت انرژتیکی و حفظ سیاره میباشند. در این سمت باید شهروندان مسئولیت جدی احساس نموده در استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق و نصب پنل‌های آفتابی سهم ارزنده گذارند.